رفقا، امیدوارم که حالتون عالی باشه و تا اینجا روز فوق‌العاده‌ای رو سپری کرده باشید. چه روزی داری می‌بینی ویدیو رو، چه شبه، تفاوتی نداره. رفیق، چیزی که میخوام بهت یاد بدم، یعنی کار کردم با این سایت. یه چند ماهی بود خودم باش کار نکرده بودم، ولی خب انقدر کاربردی و کارایی داره توی فضای کریپتو که نشد که اینو بهتون یاد ندم. سر یکی از پروژه ها خودم بهش نیاز پیدا کردم و گفتم که خوبه که شما با این سایت آشنایی داشته باشید و این قرار ویدیو کوتاه باشه و صرفاً آشناییمون با سایت کوین تول هست که بدونیم چطوری باید ازش استفاده کنیم و چه کارایی و کاربردی میتونه برامون داشته باشه. خب ببین، به طور کلی یه بخش داشبورد داره، خب که ما خیلی با این بخشش کاری نداریم، یعنی اینجا رو نمیخوام بهتون توضیح بدم. میتونید خودتون برید چک بکنید، ببینید که چه قابلیت‌ها و چه مزیت‌هایی داره که خب خیلی خفنه، ولی جاش اینجا نیستش که بخوام بهتون کامل توضیح بدم. خیلی ریز و کوتاه میخوام در مورد چیزی که برای ما مهمه و ارزشمنده، ما که داریم حالا روی پروژه مختلف کار میکنیم، ممکنه که حالا ایردراپی رو بزنیم یا پروژه کار بکنیم، خیلی به کارمون میاد. اونم چیه؟ بخش ایردراپشه. این نوار بغل گزینه‌های زیادی داره. حالا میگم گس پرایس رو بهتون میگه روی شبکه‌های مختلف. میتونید کانترکت‌های قرارداد هوشمند رو بررسی کنید، توکن بسازید که توکن نسازید خواهشاً، این کار اشتباهه و خب یه راه کلاهبرداری ما کاری باش نداریم. و حالا 1001 چیز مختلف وجود داره که میگم اینا رو خودتون برید و چک بکنید، اینا رو ما باش کاری نداریم. چیزی که ما اینجا باش کار داریم این بخش ایردراپ هست. اینو اگر بزنی یه سری ایردراپ لیست برای ما میاره، کریت ایردراپ میاره که باز اینا رو کار نداریم. اینجا ایردراپ های اخیر که توی مارکت اومده و خب خیلی جذاب بوده و پاداشای جذابی هم داشته، یا حالا هر ایردراپی که بوده اینجا اومده لیست کرده که ما آدرس والتمون رو وارد میکنیم و به ما میگه که شامل هستیم یا شامل نیستیم. یعنی زمانی که یک ایردراپی میاد، حالا تو به هر دلیلی ممکنه بترسی که ولتت خالی بشه و ولتت رو به سایت کانکت نمی‌کنی یا 1001 داستان دیگه، یا حتی ممکنه سایت به باگ خورده باشه و نشون نده که تو شاملی، بگه شامل نیستی. اینجاست که ما میتونیم از این سایت کمک بگیریم و این رو متوجه بشیم که آیا شامل هستیم یا شامل نیستیم. اگر شاملیم چقدر توکنه، چطوریه و چه زمانی میتونیم بریم کلیمش بکنیم. نکته که وجود داره چیه؟ برای نمونه اگر بخوام بگم، ایردراپ اسپکو که تازه اومده، خب این خیلی باگ زیادی داشت سایتش و چون خیلی از افراد هجوم بردن و 1001 مشکل دیگه براش به وجود اومد، تقریبا برای 70-80% بچه‌ها از جمله خود منو میزد که شامل نیستیم. ولی خب بعد از تلاش‌های متعدد و چک کردن این سایت متوجه شدم که شاملم رو رفتم کلیم کردم. خب اینجا یه بخش ادرس لیست برامون میاره. اینجا فقط کافیه که اون آدرس ولتی که به ما میده که حالا بهش توکن به اصطلاح واریز میکنیم، اینجا پیستش بکنیم و بعد چک ایردراپ رو بزنیم. بعد از اینکه این کار رو بکنیم، اینجا یک نواری رو برای ما میاره. اگر قرمز رنگ باشه یعنی که واجد شرایط اون ایردراپ نیستی، اگر که سبز بشه تعداد توکن رو برات میزنه و موارد دیگه. این بخشش خیلی به کارت میاد، حتما ازش استفاده کن. برای این ایردراپ هم میتونی ازش استفاده کنی و آدرس والتت رو بذاری و چک بکن. این ویدیو رو حتما لایکش کن و اگر هم دوست داشتی کامنت کن که اگر سابسکرایب کردی ثابت نپره.